جنگ، استفاده از ساحات سبز، منعکس چراگاه، کمبود بدیل مواد سوخت، قطع غیر قانونی درختان و نبود پروگرام‌های نگهداری محیط زیست از مدت‌ها به این سو اما فاکتورهایی هستند که باعث کثیف شدن و آلوده شدن محیط زیست در افغانستان شده است. نتایج مسئله از این محیط آلوده و کثیف عبارت از فرسایش و نابسامانی‌های محیطی می باشد. قسمی که منابع طبیعی این مملکت رو به انحطاط مواجه است، پس این مملکت می تواند یک زمینه مساعد به مصیبت ها باشد و باعث افزایش قلت مواد غذایی شود. به خاطر به دست آوردن یک افغانستان سرسبز با ثبات دوامدار و خوشبخت به احیای مجدد و کنترل منابع مؤثر طبیعی ضرورت است. در سال 2005 تیم هماهنگی ملل متحد پروژه آغاز سرسبزی افغانستان یا گین را براه انداخته و همچنان یک پروگرام مشترک بین 6 مؤسسات ملل متحد WFP، یونما، UNDP، UNOPS، FAO، UNEP و دولت افغانستان در مورد سرسبزی این کشور جریان دارد و با هم همکاری دارند. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، وزارت تعلیم و تربیه و اداره حفاظت از محیط زیست همکاران عمده گین می باشند. اهداف گین: 1. توسعه دادن سرسبزی محیط و مراقبت از جنگلات. 2. فراهم نمودن یک منبع دوامدار معیشت برای قشر ضعیف جامعه. 3. بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد محیط و طبیعت از طریق آموزش. 4. بلند بردن دانش مردم به سطح جامعه. گین به نام گرین افغانستان انیشیتیو یک برنامه است که در قسمت مادیات ازی یا در قسمت برنامه‌ریزی ازی، در قسمت تنظیم تبلیغات و در قسمت سرسبزی اینا رول بسیار به خصوصی دارد و تمام اکمالات مادی ازی از طریق اداره ملی گین صورت گرفته که یک اداره است که در WFP قرار داره و به نام گرین افغانستان انیشیتیو یا اداره سرسبزی افغانستان مسمى است. ما تانستیم که چیزی در حدود 150,000 نهال در این پروژه تولید داشته باشین و در همی سال روان حدوداً از 2 ماه به این طرف که ما کار پروسه نهال توزیع نهال شروع کرده بودیم، ظرف 25 روز با همکاری ریاست زراعت، با همکاری اداره محیط زیست، با همکاری ریاست شهرولی ما تانستیم که 90,000 اصل نهال به 202 مرکز دولتی، خصوصی و کسایی که علاقمند بودن و اونا توزیع بکنن و همچنان ما تونستیم که 50 باغ در ولایات حوزه جنوب غرب، هرات، بادغیس و در بعضی از ولایات دیگه که علاقمند به توزیع نهال بودن تأسیس بکنن، احداث بکنن و برای از اونها ما نهالای توزیع کنیم. ما شما اگر بیاد داشته باشین در همین ساحه اضافه از 200 محصل از فاکولته زراعت هرات آمده دوره های آموزشی را در این جدید در قسمت تاسیس قوریه، در قسمت پیوند، در قسمت طرق انتقال نال، طرق قرص نال، تمام مسائلی بوده که مسائل باغبانی هورتیکلچر محصلین در اینجا دوره دیدن. نهالایی که به ما داده شده به قریما تقریبا 10 قریه به قریما که خود زنای خانواده ها با مشوره کارمندان ریاست زراعت انجام میدن. خیلی به خود خانمایی که به داخل خانه هستن که اینا رو انجام میدن خیلی خوبه، به نفع نایه. یک فعالیتی به خود همشیره ها که یک فعالیتی انجام میدن به داخل خانه ها خوب، به اقتصاد هم خیلی خوبه. پروگرام گین توانسته در 3 ولسوالی انجیل، گذره و کروخ در 9 قریه 84 قریه را برای زنا تأسیس بکنه و تمام کار و فعالیت قریجات خانگی توسط خانم های داخل خانه صورت گرفته و ما همکنون در 84 قریه اضافه است
42,000 نهال مثمر داریم و یک تعداد هم نهال‌های غیر مثمر داریم و برای کسایی که قوریه‌های خانگی را تأسیس کردن کمک‌های از طرف مؤسسات دولتی از طرف مؤسسات خارجی صورت گرفته و در ممکنه بعد از 4 یا 5 ماه تمام نهال‌ها از اونا قابل توزیع باشه که اونا میتونن آزادانه تعدادی از نهال‌ها در خانه‌های خود غرس بکنن، تعدادی از نهال‌ها به فروش برسونن تا از این ناحیه بشه یک کمکی برای اقتصاد و خانواده باشه. 4 سال که بزی پروژه گن ما کار میکنم 50 نفر 40 نفر 30 نفرم بزی مصروف کاره زن و مرد. از طرف مؤسسه با ما همکاری شده 1000 دانه نهال بزی سرای ما اینا شفتالو، زردالو، آلو، گرنگش، سیب، بادام کش شده اینجا. ما در قریه خود در هر سال در حدود 1 الی 1.5 میلیون نهال مثمر و غیر مثمر به تولید میکنیم. نیال یک چیز مفید سرسبز می باشه، همه جا خوشتیپ و خوشگل می باشه. با نیال از نیال یک ثمره دیگه هم داریم ما و شما که مقصد یک میوهش میخوریم یک جای سرسبز باشه که یک مسلمان می به خاطر یک تفریح با زن و بچهش باید اینجا جور باشه. ما تقاضا دا چې ټول ملتوال ټول خلک د دغه ولس د منطقې سي دي دا په دغه جو کې ټول کنار کې تر څو د موږ ځای ټول سرسبز سي. اول دفتر گین برای ما کود دادن، بعد از کود نیالای ما رو خریداری کردن. 1000 نیال ما برای از اونا عرضه کردیم. میتونیم که دیگه زنا رو هم باید همین رقم برن نیال بگیرن، زامت بکشن، خشاور یاد بگیرن، کشت یاد بگیرن. دیگه زنای بیکار هم که باشن برن هم کار بکنن. برشان یک سرمایه میشن. یعنی مال شکر نیال 1000 نیال سودا کردیم و پیسه‌اش میگیریم برای زندگی خود یک چیز صحیح میخریم. در حدود 2000 نهال مازوجه گرفتم و نهالا را خود ما کشت کردیم، نهالا را شاندیم و میتونیم که در حدود 1 سالی را تربیه کنیم و از این پیوند به دست بیاریم. محیط ما سرسبز میشه و هم میشه که از این عقاید به دست بیاره. دیگه من بسیار علاقه دارم به سرسبزی، چرا که سرسبزی محیط بر صحت انسان هم مفید است و محیط هم سرسبز می باشه. خود سرسبزی و یا سرسبز بودن و مکتب و محیط ما یکی از کارهای نیک است که باید ما تمام شاگردای خود دایی باید عادت بدیم، بفهمانیم که باید محیط خود پاک نگاه کنن، محیط خود سرسبز نگاه کنن. انجمن را که در اخیر سال 1385 ایجاد کردیم در مکتب خود، در او انجمن تعداد زیادی از شاگردای ما بخصوص 3 نفر از استادای ما که در این بخش عضو انجمن سرسبزی بودند و بر علاوه از او نماینده های از شاگردای خود از هر صنوف ما داشتیم که از صنف 4 الی صنف 12 نماینده های بودند که بعد از اینکه نهال توزیع شد اینا شاگردا توانستند که به خصوص تعداد از معلمین و شاگردان به نامهای خودشان یک نهال غرس کردند که از او همیشه نگهداری میکنن. از طرف دفتر UNDP بر ما کمک های زیاد شده که نهال های زیاد توزیع شده که ما توانستیم که معلمین و شاگردان این نهال ها را در مکتب خود غرس کنیم و توسط همین نهال ها بتونیم که یک مکتب زیبا و سرسبز داشته باشیم. قلمه را خودمون شانده میتونیم، خودمون قیچی میکنیم، تخم خودمون شانده میتونیم. فعلا در اولیای خودم یک کردک زمین دارم، خودم تخم شاندیم. پارسال نیال گرفتم، سال تخم شاندم. هموطنان عزیز، نهال بنشانید، وطن خود را سرسبز سازید. امروز نهال، فردا ثروت مال.